دوستای عزیز خودم خیلی خوش اومدید به یک ویدیو دیگه. دوستان، حالا ما به دلیل فعالیتمون خیلی کم شده بود، گفتم بیام حالا این دفعه بیام با یک گیم خیلی خفن. این گیم چیه؟ گیمی که حالا به خودم داخل جی تی سان آندرس خیلی سرور ساختم، خیلی خودش لانچر داره، همه چی فوله، بالای 10 سال رشد داشته، یعنی هزاران تا پلیر میاد. الان مخصوصا تو تابستون سرورها فول. من خودم که هلپر بودم بعضی وقتا نمیتونستم اکتیویتی خودم رو بزنم، یعنی مثلا سرور میزدی رو پلی میخواستم جوین شم داخل بازی، یو میزد که سرور this is full. اصلا اشکم در میاد. خب حالا دیگه وارد جزئیات. بچه‌ها، حالا من اومدم توی یو سی پی خودم، این سرور یو سی پی هم داره. حالا مثلا اینجا میگه که ایشون شما رو مثلا الان یاسین من آورده بود داخل مدیک، پارامدیک، لوگیکال من آورده بود توی تراکه، مدی منو پشمان آریه که حاجی اف 80 شده. این مال من نبود، مال یکی دیگه بود. دیگه حالا این دیگه چی بودش؟ اینجا هم کلن یا همون فامیلیه. اینجا مثلا اکثرا هم توی کلانه رفیقان. خیلی خوب. یه معرفی شده این چی؟ لیست میدونست. که اینجا خود دیگه شماره و اینا بود دیگه. اینجا هم بن و میوتوی که دیگه خوردیم. اینجا هم دیگه لیست کلن هایشته باش. اینم از خب ولی بچه خیلی سرور بالی. حالا مثلا من بزنم بریم توی فروم آرسیکی، لینک کجاست؟ همین الان نمیسن خودش نه اشتباه بیازم فروم آرسیکی. بچه سرور کلان به طور عادی فینگلیشه، ولی اندروید پلیر رو که تازه اومدن مجبورم فارسی چپ کنم. اگه شما فینگلیش بلد نباشید براتون یه ویدیو کامل میذارم در مورد کلان فینگلیش، که مثلا فینگلیش چجوری بنویسی ببینید. الان بچه شما توی تو فروم هم مثلا با یکی دیگه چت کنید. الان مثلا نه همین چتی که الان نباید ببینید. این از اینش. خب این از این. حالا مثلا برای میخوای بری دسته ملایم اینا رو کلا براتون تیکه تیکه میگم که مثلا این به درد چی میخوره. ولی بچه خیلی الان من میخوام برم داخل بازی بچه من نمیتونم حرف بزنم چون که سرور خودش به طور اتوماتیک وایس چنجر رو پشتیبانی میکنه. نه وایس چت اصلا وایس چنجر یه همش وایس چنجر گیر کردم توش. وایس چت خودش پشتیبانی میکنه. من نمیتونم حرف بزنم که شما حالا اگه جایی لازم بود چت میکنم که شما ببینید، چون که با اندروید هستم نمیتونم. ولی اگه با
PC. چند روز دیگه یه استریم خیلی 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 خفن میارم واسهتون، عشق کنید بچه ها. حتما جوین شید داخل این سر. حالا من همینم بهتون میگم کجا باید دانلودش کنم. من رو این بزنم. الان بچه اینجا ورود به بازی الان کلا 346,000 نفر، 346,000 تا اکانت و 346 و 461 اکانت داخل بازی در مجموع ساخته شده که اینا خیلی بچه آدمی. مثلا حالا ما میگیم 300 و نصفه، مثلا میگه 150 و خورده هزار تاش اکانت مولتی. بقیهش چی؟ بقیهش تمام بچه آدمی. بچه خیلی سخته. بعضی موقع سرور فول میشه. الان بازیکن آنلاینش 591 ثبت نام اینجا زده. ساعت تمام کاربران اینقدر ساعت بازی ماه 70. ولی بچه این هر ماه ریست میشه ساعت مثلا بازی کرده این ماه. این 70. اینجا هم که حالا بکنم وی پی اسشه. اینجا هم بچه راستی ایونت های خیلی خفنی برای عید نوروز و کریسمس و عید نوروز و سال نو، جشنی که مثلا هر سال که میره بدتر. اینجا هم برای دانلودش ویندوزش بچه کلا باید 500 مگ دانلود کنید. اینجا میزنید رو ثبت نام، کل چیزاش براتون میاد. چیزش برای چی؟ ولی ببین کل مراحل ثبت نامش. اینجا هم اندرویده که بزنید کلا بگم 360 میلیون چیزاست. هم با این هم با دیتایی که داخل لانچر دانلود میکنید. این حالا خودش رو دیگه اینجا نصب میکنید. بعد دیگه داخلش ورودی که بزنید اینجا ازتون چند تا چی من گوشی شیائومی حاجی. نام کاربری آفرین. اینجا باید حتما انگلیسی باشه نامتون. هر نام ببین با الفاظ حالا زشت و اینا لطفا استفاده. حالا ادمینا خودشون سریع تعلیقتون میزنن، ولی از نظر من مثلا چیزا نذارید. مثلا بذارید اکثر اسما رو مثلا اسم تکراری شما نمیتونید بذارید. اکثر اسما رو گذاشتن. شما مثلا اگه اسمتون محمده بذارید مثلا نمیدونم یه اسمی خودتون پیدا. حالا بیا نیازی ثبت نامش. من خواستم خودم یه گیم پلی بزنم، ولی کلا هر سیم کارت که شمارهش 3 تا اکانت بیشتر نمیتونید با اون شماره بسازید. حالا باید شماره‌تون رو بچه یه ویدیو دیگه الان نزدیک 3-4 تا ویدیو قراره بذارم در مورد. یکی گیم پلی، یکی دسته هم ملایمون داشت، یکی دیگه در مورد فرومش خوام بذارم کلا که مثلا بگیم. یکی دیگه راستی میخوام عضویت داخل فکشن ها هم بذارم. حالا من مثلا میگم چجوریه. حالا انشالله یه هلپری هم میذاریم که مثلا هلپری داخل وارسا چجوریه. من باید نه یه مشکلی چیزی نداشته باشه. و چه یه ویدیو دیگه هم بود آجی یادم یه گیم پلی هم نمیدونم گیم پلی گفتم یادم رفت یه ویدیوی خواستیم بزن. حالا بلش. خب بچه اینجا ویدیو دیگه تموم میشه. سوالی چیزی داشتید شما میتونید بیاید تو کامنت از من بپرسید. لایک و سابسکرایب همه لایک و دنبال سابسکرایب دنبال یادتون نره. عشق منید تا ویدیو بعد. خدا نگهدار.